قرار میگیره. رویارویش با مینگزا. آردا فرصت داره رئال و ضربه کذابی وصله. یه ارسال بلند فرصت میره برای بازیکن سلتا به دست به میلیتائو نزدیک میشه به بازیکن حریف رایان زاراگوزا. نمیده از ناحیه همسترینگ هم دچار مشکل میشه. خود آردا شوت میزنه و این عکس العمل از سوی رادو که وینیسیوس که بازیکن رد میکنه، یه پاس به مقابل دروازه امباپه میچرخه. آردا گل! وقت گلزنی ایدئال رو از دست میده. خیلی خوب توپو بین خودشون رد و بدل میکنن. یه موقعیت فرصت برای دوران، ضربه رو میزنه بازگشت توپو بگیره. یه پاس برای زاراگوزا، در مقابلش آسنسیو. فرصت و این ضربه که تبدیل به گل میشه. بازیکن سلتا ویگو یار تعویضی این تیم موفق به گلزنی میشه. ویلیوت سویدبرگ جریان داشت میافتاد که حالا کارت زرد دوم دریافت میکنه گارسیا و از زمین مسابقه اخراج میشه. گل بود و بس توپ به بیرون میره. یه بازی مستقیم، ارسال توپ برای امباپه، دروازه باز نمیشه. تلی آفساید. سانتو شوامنی، این ضربه سر توپی که خوبی کنت زرنم کانراس دارد نشون میده و اخراجش میکنه. قرار میدن سویدبرگ میتونه صاحب توپ کنه یار خودی رو. روئدا میاره رو پای چپش. روئدا پاس برای سویدبرگ، آسپاس که سویدبرگ رو تک به تک میکنه. گل دوم به ثمر میرسه. دروازه باز میشه و تیم کلودیو خیرالده